سلام و خوش اومدید به اولین ویدیو چنل من یا همون چنل خودتون، یعنی فوتبال هم. امروز قراره بریم و بررسی مسابقات جام ملت‌های اروپا و اخراج تییاگو موتا که قراره توی ویدیوی دیگه که شاید فردا یا حتی همین امروز هم آپلود بشه با هم دیگه حرف بزنیم. ولی اینجا چند تا نکته هست. اینجا اولین ویدیو چنل بنده هستش. امیدوارم که ساب بکنید، کامنت بذارید و لایک کنید که با این کارتون به من حتما انرژی داده باشید. میریم سراغ ویدیو. خب اولین مسابقه قرار در موردش صحبت کنیم مسابقه آلمان و ایتالیا است. یه مسابقه به شدت مهم که شاید بگیم مهمترین بازی دیشب نه پریشب هم بود. مسابقه 3-3 شد. کیمیچ پنالتی گل کرد، 2 تا پاس گل داد که یکی سانت خیلی جالب به جمال موسیالا بود که شاید هممون یاد خاطره آنفیلد و بازی در مقابل لیورپول بارسلونا انداخت، یا حتی کامبک جذابی که داشتن بازیکن ایتالیا میزدن با 2 گلی که مویسکین زد و خیلی مسابقه داشت جذاب پیش میرفت. مسابقه پرگلی بود. بهترین بازیکن جاشوا کیمیش بود. جاشوا کیمیش تونست تیمشون رو به مرحله بعدی برای نیمه نهایی. حالا میریم سراغ یک مسابقه جذاب دیگه. شاگردان رونالدو و خود رونالدو با هم دیگه که مسابقه خیلی جذابی انجام دادن. رونالدو تو 5 دقیقه اول یه پنالتی خراب کرد. شاید هممون اونجا انرژیمون کم شد. خیلی شاید ناراحت شدن و خیلی شاید تلویزیون خاموش کردن. من یکی از اونا بودم. ولی خب رونالدو خودش جبران کرد، گل به خودی زد تیم دانمارک، ولی دانمارک جنگید 100% که پرتغال بیشتر. رونالدو دقیقه 92 بود اینا تعویض شد و یک مسابقه خوبی رو ارائه دادن. پس نمیتونیم بگیم مسابقه بد بود یا چی، ولی خب مثل مسابقه آلمان ایتالیا بدون شک نبود. حالا میریم سراغ مسابقه بعدی، مسابقه اسپانیا و فرانسه. وای چی بگم از این مسابقه. شاگردان دلا فوئنته بازیکن اسپانیا اومدن کامبک زدن، کامبک به سبک اسپانیا و کاتالونی یا همون مادریدی. خیلی مسابقه جذابی بود. بازی رو نگاه نکردم چون که داشتم آلمان ایتالیا رو نگاه میکردم و مسابقه داشت خیلی خوب پیش میرفت. ورزشگاه والنسیا بازی انجام شد. خیلی همون خوشحال بودیم که اینجور مسابقه قرار نمیشه ببینیم. کیفیت بالا بود. اسپانیا دقیقه اول جنگو شروع کرد و بیشتر هم هلند جنگید. پنالتی میکل اویارزابال زده شد. بعد از اون پنالتی اومد منفیس دپای دوباره پنالتی گل زد، ولی میکل اویارزابال دوباره گل زد. لامین یامال دقیقه 103 یک گل دیگه زد، 3-2 شد، در مجموع 3-3 شد. بعدش اومدن هلندیا توی ضربات پنالتی بازی رو باختن. ولی حالا میرسیم نوبت مسابقه آخر، مسابقه‌ای که مسابقه خیلی جذابی بود، تو دلبرو بود و خوشمون اومد. شاید هممون مسابقه فرانسه و کرواسی، مسابقه‌ای که شاید هممون به شخص منتظر بردش کرواسی و لوکا مودریچ بودیم که اونا رو نیمه نهایی ببینیم، ولی نه، اینطوری هم نبود. فرانسوی‌ها خوب بازی کردن و تونستن ببرن. عثمان دمبله شانس دوم توپ طلا گلزنی کرد. میکل اولیسه بازیکن وینگر بایر مونیخ هم گلزنی کرد که خیلی بازی قشنگی بود. بازی 2-2 شد. در ضربات پنالتی فرانسه تونست بازی رو ببره. شاید بگیم که باید کرواسی ها بیشتر رو پنالتیشون کار کنن. ماینان هم پنالتی گیر بود. ولی حالا میرسیم به یه نکته دیگه و جذاب دیگه، یعنی اخراج تییاگو موتا از یوونتوس. اخراج تییاگو موتا خیلی جنبه‌های بدی داره. یوونتوس یک گزینه‌هایی که باید برای یوونتوس فراهم بشه، دو اصلا تییاگو موتا میتونست کار بهتری کنه یا نه، اون اصلا توی ویدیو جدا. ولی اخراج تییاگو موتا آیا ضربه شدید به یوونتوس خواهد زد یا نه؟ میتونیم بگیم نه. یوونتوس اگه یک سرمربی خوبی بیاره مثل آلگری که الان توی بدون تیمه، یا حتی صبر کنه با یه سرمربی سطح تو کارش رو این فصل ادامه بده تا چهارم بتونه سهمیه لیگ قهرمانان رو بگیره، ولی فصل آینده با سرمربی بهتر کار رو آغاز کنه، میتونیم بگیم خیلی جذاب‌تر میتونه باشه. حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.